یا نرده‌ای یا بهشون اسکالر هم میگن، اسکالر نرده‌ای هستن. خب من با یک مثال ببینید نیرو یک کمیت برداریه. چرا بهش میگیم برداری؟ چون هم بزرگی دارد، یعنی اندازه دارد، بزرگی دارد، اندازه، و هم جهت دارد، هم دارای جهت است، هم جهت دارد. ببینید شما مثلا میگی نیروی به اندازه 10 نیوتن به یک جسم وارد می شود، خب علاوه بر بزرگیش باید جهتش هم تعیین کنید که در چه جهتی تعیین میشه. ما به چنین خاصیت هایی میگیم خاصیت برداری. آرمان جان و سورنای عزیز، بقیه دوستانی که میگید با ما کار نشده، اینه. یعنی تو فیزیک حالا من این که اونایی که کمیت برداری هستن چجوری جمع میشن، چجوری با هم جمع میشن و اینا، باید معلمای فیزیک باهاتون کار کنن. منم میتونم و منم خیلی مثلا من سالها فیزیک تدریس کردم، هیچ مشکلی ندارم این که برم خاصیت برداری و بعد اسکالر و نرده‌ای و اینا جمعشون و جمع انجمنی و جمع مثلا جمعاشون رو با شما کار کنم، ولی فقط در این حد اشاره میکنم که نیرو به اندازه 10 نیوتن به یه جسم وارد میشود، باید جهت وارد کردن نیرو نیز مشخص شود. خب مشخص شود یعنی چی؟ یعنی میگیم نیرو که با F نشون میدیم یک کمیت برداری است. خب این نیرو کمیت برداریه، ولی خیلی چیزا نرده‌ای هستن، اصلا جهت لازم ندارن. مثلا شما جرم یک کمیت نرده‌ای هستن، به جهت نیاز نداره. یا سرعت یک خاصیت برداریه، شما سرعت در چه جهتی داری سرعت میگیری مهم. خب پس ما یکی دیگر از کمیت‌های برداری که هم اندازه دارد و هم جهت دارد میدان الکتریکی است. حالا شاید یکی بپرسه کلا داریم فیزیک تدریس میکنیم، میدان الکتریکی چیه؟ اگر ما یک بار مثلا مثبت داشته باشیم با یک بار منفی و بین اینا یک نیروی برقرار میشه، بین اینا یک نیرویی هست، علاوه بر این یک میدانی تعریف میکنیم به طور قراردادی. خب همیشه جهت میدان را از مثبت به سمت منفی در نظر میگیرن. یعنی ما همیشه یک میدانی داریم از مثبت به سمت منفی، بهش میگیم میدان الکتریکی، مثلا با این نشونش میدم. خب این میدانه و یک خاصیت برداریه، یعنی بالاش علامت بردار میذارن. خب ببینید بچه‌ها، پس من یه اشاره کوچیکی کردم به خاصیت برداری. پس میدان الکتریکی یک خاصیت چیه؟ یک خاصیت برداریه. قبول دارید اینو بچه‌ها؟ الان از من میپذیرید؟ میدان مغناطیسی و خیلی های دیگه و خیلی الان همه تا اینجا با من همراهن. پس ما میدان را یک خاصیت چی میدونیم؟ یک خاصیت برداری میدونیم. انشالله دبیرا محترم فیزیک باز با شما، با اونایی که کار نشده انشالله مفصل کار خواهد شد. ببین پس ما الان بردیای عزیز و بقیه دوستان، خب ما میدونیم که اگر یک بردار اینجوری داشته باشیم، مثلا اسمش بردار A باشه، یه بردار اینجوری داشته باشیم اسمش بردار B باشه، بخوایم A و B رو با هم جمع بزنیم، جمع بردار چیکار میکنیم؟ یکی از روش‌های جمع بردار اینه، ما اینو میکشیم A رو و از انتهای این دقیقاً B رو میکشیم، درسته؟ این A این B و جمع اینا چی میشه؟ شما 100% تو فیزیک خوندید، ابتدای اینو به انتهای این وصل میکنید، یعنی A به علاوه B ما میشه این، درسته؟ شما اینو تایید میکنید بچه ها تو
تو ریاضی هم گفتن رادیم میگه 100% تو ریاضی هم شما یه بخشایی دارین که بحث خب اینو تایید میکنید. خب حتی یه روش دیگه هم وجود داره، روش متوازی الاضلاع هم وجود داره. مثلا میگن اگر این بردار A باشه این بردار B باشه، بعد میایم چیکار میکنیم؟ در جهت اینو مثلا یه B میکشیم این حدی و یه A میکشیم اینجوری و میایم اینو به هم وصلش میکنیم. این A، این B و این میشه A به علاوه B. اینم بهش میگن روش متوازی الاضلاع. خب هر جفتش درسته. خب پس من یه بار دیگه تاکید میکنم، اگر بردار A ما این باشه، بردار B ما این باشه، بخوایم این دوتا رو با هم جمع بزنیم، ابتدای اینو به انتهای اون یکی وصل میکنیم، میشه A به علاوه B. همه قبول دارن؟ اصلا من یه سوال کوچیک دارم الان. جانم توی روش متوازی الاضلاع انگار یه چیز اشتباه نوشتیم. B توی ضلع پایین متوازی الاضلاع ما الان باید B باشه، A نیست. آره حق با شماست. اینا رو من عجله‌ای نوشتم. بله این دوتا، این باید B باشه، این A باشه. درسته؟ درسته. آره میخوای اینو بگی. آره همون روشی که ابتدای اینو به انتهای اون وصل میکنیم دیگه همه تایید میکنن دیگه. درسته؟ بله درسته دیگه. بسیار عالی. الان بچه‌ها برگردیم به شیمیمون. البته من معتقدم که علم و هم ارتباط دارن و هیچ وقت ما شیمی و فیزیک رو نمیتونیم از هم جدا کنیم. یعنی اینا، ببین این مولکول آب نبود مگه؟ من اگه یه مقدارم چیزتر بکشم، یه مقدار صافتر بکشم، مثلا این اکسیژن اندازه هاشون رو یکی بکشم تقریبا، حالا تا اونجا که خطای دست اجازه میده، من همیشه این یکی رو طولانی تر میکشم ظاهرا یه ذره مثلا تقریبا. خب این مولکول آب. الان ما تا اینجا رسیدیم که مولکول آب چون اکسیژن تو مسابقه طناب کشی قوی تره، این جفت الکترون رو بیشتر سمت خودش کشیده، شده منفی، بار منفی. اکسیژن ها، هیدروژن ها شده بار مثبت. درسته؟ بچه‌های عزیز، این دو تا میدان الکتریکی بینشون به وجود میاد. یکی این مثبت تا این منفی میشه این، یکی هم این مثبت تا منفی میشه این. قبول دارید یا نه؟ این همون داستانی که اونور بود. الان بردیای عزیز که شما میگی اینو متوجه نمیشم، اگه ما اینو اسمشو بذاریم A، بردار A، اینو اسمشو بذاریم بردار B، ما یه بردار A داریم، یه بردار B هم داریم. قبوله یا نه؟ برایند این دوتا بردار من نمیشه این که A به علاوه B، چون برایند بردارها صفر نیست، در نتیجه مولکول قطبی است. یعنی توزیع نامتقارن. حالا فهمیدی بردیا چرا توزیع نامتقارنه؟ چون تو مولکول آب برایند صفر نیست. دو تا بردار ما داریم که حاصل جمع این دو تا بردار یک برداری میشه که صفر نیست. بله فهمیدم. آفرین. حالا بیا اگر کربن دی اکسید رو در نظر بگیرید بچه‌ها، جالبه این کربن دی اکسید ساختارش. باز اکسیژن منفیه، کربن مثبته. ما کربن دی اکسید رو یک مولکول ناقطبی میدونیم. چرا؟ چون برایند بردارها، با یه رنگ دیگه بنویسم، چون برایند بردارها صفره، چون جهتشون 180 درجه با هم زاویه شونه و این کربن دی اکسید رو، کربن دی اکسید بهش میگیم ناقطبی. خب
خیلی مفصل ها بحثش. خب پس ما اینو بهش میگیم